اساسگذاری ادبیات معاصر تاجیک و قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی 15 اپریل سال 1878 در دهه ساکتره راه غژدوان ولایت بخار را به دنیا آمده است. صدرالدین در 6 سالگیش به مکتب می رود. اصول تعلیم و تربیه آن مکتب اقلاً برای یاد گرفتن الف با امکانیت نداده است که در پاویس مکتب کهنه نویسنده آن را تصویر می کند. چنانکه پدرم دید می نویسد صدرالدین عینی در یادداشت‌ها: در آن مکتب من سواد عمیق گرفتن نتوانستم و مرا به مکتب دخترانه داد. در مکتب دخترانه صدرالدین چند جزء از بدل و چند جزء از غزلیات صائب را خوانده در 10 سالگی مکتب را ختم می کند. بچگی صدرالدین در آغوش پدر و مادر دیر دوام نکرد و با که سال 1889 بخارا و اطراف آن را فرا گرفت، در بین 40 روز او را هم از پدر و هم از مادر جدا کرد. آرزوی و هوس علم و شعر عینی 12 ساله را به بخارا آورد. به مدرسه های بخارا داخل شدن و دانش گرفتن برای عینی بر این کمبغل بچگان علمجو خیلی مشکل بود، ولی او با شرافت هوسمندی و طالب علم بودنش تمام دشواری های روزگار و آموزش را پس سر کرده 16 سال در مدرسه های بخارا تحصیل نموده است. مدت 27 سال زندگی در بخارا عینی باز از 2 مکتب دیگر گذشته است، یک مکتب مهنت و دیگر مکتب حیات. برای یافتن قوت لایموتش او از هیچ کار و زحمت دست نکشیده است. گاه فراش مدرسه، گاه آشپز، گاه جامشوی، گاه مردکار بود. در مکتب حیات صدرالدین حیات جمعیتی را آموخت. از طبقه و طایفه گوناگون آدمان، مناسبت‌های صنفی مردم، جلادان امیر، زدوخوردهای دارای و نادار را دانش زندگی می آموخت. سال 1896 صدرالدین با تخلص ادبی عینی به نوشتن شعرهای مستقلانه سر کرده است. نظر استاد عینی پس از مطالعه کردن اثر احمد دانش نوادرالوقایع نسبت به ساخت پوسیده امارت بخارا تماما دیگر گردید و نسبت به این جمعیت فرسوده در دل او یک نفرت نهانی پیدا شد. از این رو در ابتدای عصر 20 استاد ایجادیات ایده های پیش قدم معارف پرورانه احمد دانش و شاهین را دوام داده راه آینده خود را معین نمود. تهذیب الصبیان را استاد عینی محض به خاطر تربیت نورسان در راهیه معاصر سال 1909 برای شاگردان مکتب‌های نو آفرید. چون این کارهای خیر به امیر معقول نبود، از این خاطر استاد را به زندان می‌پرتاید و او را 75 چوب می‌زنند. پس از 52 روزه که در بیمارخانه معالجه می‌کند، صدرالدین به سمرقند کوچیده می‌آید. او چی در سمرقند و چی در تاشکند در کارهای کمیته ریولوسیونی اشتراک کرده ورقه دعوتنامه و بیاننامه های جنگی می نویسد، ترغیب و تشویقات را پیش می برد. همین طور با غلبه انقلاب اکتبر نویسنده از نو جوان شد. استعداد شاعری و پوبلیسیستی، نثرنویسی و عالمی استاد عینی به درجه ترقی کرد که او از 15 جلد کلیاتش 14 جلد آن را در نیمه دوم عمرش در 40 سالگیش ایجاد نمود. نهایت استاد عینی سال 1954 در شهر دوشنبه از عالم چشم پوشید. باید گفت در تاریخ پیشرفت و ترقیات مدنیت ادبیات خلق تاجیک استاد عینی اولین شخصیت است که با اثرهای خویش ذخیره ادبیات خلق تاجیک را غنی گردانیده است. تولید ادبیات نو تاجیک به نام او سخت
وابسته است. برای عینی همچون برای تمام سخنسرایان حقیقت واقعی سرچشمه اساسی ایجادی بود. با مرور زمان وی به گذشته تاریخی خلق خویش رو می‌آورد تا از قله‌های مظفریت‌ها دیگرگونی‌های بزرگ را روشن‌تر ببیند. در سالهای گوناگون پسی هم اثرهای او که با حیات واقعی سخت علاقمند بودند خوانندگان بیشماری را پیدا نمودند. اولین اثرهای علمی استاد کتابهای درسی بودند که برای مکتب‌های نوتأسیس انشا گردیدند. پوست و رمان‌های نویسنده جلادان بخارا، آدینه، یتیم، داخونده، غلامان، یادداشت‌ها، اختر انقلاب، تهذیب الصبیان از حیات خلق اذیت کشیده نقل میکنند. لازم به یادآوری است که استاد عینی تاریخدان، زبانشناس، لغتدان، مربی و آموزگار، مرد پرکار و مهنت دوست بود. او در جاده علم مهنت زیاد کرد. از این راه اثرهای ایجاد کرده استاد آینه دل خلق ما شده اند. آنها آرزو، امید و مبارزه های خلق ما را انعکاس میکنند. هزاران همچو بلبل در بهار می شود پیدا، نواسنج چوتو در روزگار کی شود پیدا.